بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت همه سلام عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان و دوستان و مسافرین نازنین عزیز که در هر کجای هستید جور موفق باشید. همه دوستان عزیز چند مدت بود که ما نبودیم در منطقه چیز رفته بودم ولایت غزنی، کم بیش کار داشتم. مدتی 14-15 روز میشه در اونجا ماندم که خودتون شما همه شما خبر دارید از جریانات. دیگه امروز هم تاریخ 23/8/1404 است، 14 اکتبر 2025 است. دیگه ساعت هم 11 و چند دقیقه است که سر پروژه مردمی منگور هستیم که مردم زحمتکش با همت مردم منگور امروز در سر کار است. همه شاشار آمده. دیگه این قسمت دوستان عزیز که قبلا هم بارها در ویدیو دیدید که در قسمت پرکاریش بود که باید به اندازه 7 متر یا 8 متر باید این ساحه پر شود. دیگه این رقم مردم آمده امروز علمی رو میخواه پر کنه. دیگه در امکان فرغون از چیزا نداره. مردم همه شد در پشت خمو بره کار منه. دیگه اینی ساحه شد دوستان عزیز. این ساحه را قبلا اینی کنی که یک خیلی کنی بلند بود که ارتفاعش به اندازه 15 متر یا 20 متر بود. این میره منچی کرده دیگه ساحه رسنده. دیگه انجینر نجیر آمده این نگاه کرده گفته تنگ است، دوباره از بده کوس این قسمت ها را از بلند شوه زده آمده تا این اندازه را کتاب ببره کف شونه که سرک به عرضی 7 متر جور شود دوستان عزیز. الحمدلله مردم مردی 80 ساله سلامت باشیم. چند ساله؟ 80 ساله. 80 ساله. آلی باشی سال ما جوانی. چند سال؟ 5 سال. ما نمی سرک همون تو خوشحالم باید که بچه های ما برادر در کمک کنه که برادر بچه هایی که خارج از کشور برادر کمی سرک برادر در قریه منگور برسن. انشالله برسن. انشالله این دنیا زیاد کمک میکنه با ما. توکل با خدا. خدا ما خیر بده. خیر بده. چیلا کنه با خدا. چینی مگا برمی. خراب میشه. حالا بالا بود. ماما دوستان کلند این ساحه کار است. یعنی منطقه منچی بود. دیگه یعنی سایی که نقشش عوض شده تام بود. دیگه مردم همه روزه کار میکنه. این رقم من حیث آشار میه ریزاکارانه کار میکنه. آلی ناو دریه نه دیگه که باید به کار کنم.